آیا این حقیقت دارد که امام ابو حنیفه 40 سال نماز صبح را با وضوی خفتن خوانده است؟ دوستا، سوالی بسیار پیچیده و مهم هست. بعضی کسایی که دمی ذهن خود مرض داشته باشند پشت ایزی موضوعات بسیار تاخت و تاز میکنن. حقیقت اگر متوجه شویم، ای امامای بزرگ ای امامای هستند که دین را به ما تشریح نمودن. اینها پیشترم گفتم که متخصصین و مفسرین و شارحین دین و شریعت و قرآن و حدیث هستند. به ما اینها لایق ازی هستند که شکرانگی ازی را ادا بکنیم. اینها محسن ازی امت هستند، پس از طرف امت باید اینها شکرگزاری شوند، نه که پشت ای بزرگا از طرف امت با دهنهای ناپاک خود پشت ای بزرگا تخت و تاز شو و اینها بیادبی صورت بگیرن و اینها را گستاخی بکنن. این را باید داشته باشن که امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه یگانه امام هست در 4 امامای مذهب داریم ما، 4 امامای اهل سنت: امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل. دی 4 امام یگانه امام کی تابعی هست، با صحابه ملاقات داره و امام ابو حنیفه رحمه الله هست. هم تابعی الروایت هست و هم تابعی الرؤیت هست. هم از صحابه روایت دارد و هم از صحابه کرام را ملاقات دارد و آنها را ملاقات نموده و صحابه را دیده. یگانه امام ابو حنیفه رحمه الله است. در مورد امام ابو حنیفه بسیار کرامات یزی مشهور است. یکی از کراماتش اینمی هم هست که 40 سال با وضوی خفتن نماز صبح را خوانده. یہ از کرامات یزی است. یگان مردم میگن عقل ما نمیپذیره، پس تو معنی کرامت نفهمیدی. معنی کرامت اول بفهم. کرامت چی را میگن؟ کرامت یک کار خارق العاده، خلاف عادت، یک کار از دست یک ولی الله، از دست یک مسلمان، از دست یک امتی تابعدار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک کار صادر شود که هر کس نتانا. هر کس ایره میگن کرامت. اگه عقل تو پذیرفت تو هم بتانی بس وی کرامت نشد. کرامت خو زمانی است که تو نتانی و بزرگ بتانا، میره میگن کرامت. ای که تو هم بتانی بس و کرامت نشد، کمال یزو نفر نشد، بس و هر کس میتانا. ای کرامت امام ابو حنیفه رحمه الله است. ای بزرگی شان امام ابو حنیفه رحمه الله است. خب باز در ذهن ما یک تحلیل دیگه می آیا. خب در ذهن ما تو تحلیل می آیا که ایچ در عقلم بعید نیست. ای که 40 سال امام ابو حنیفه رحمه الله نماز صبح را با وضوی خفتن می خوانه، بعید از عقل نیست. عقل قبول میکنه، میپذیره عقل. یک نفر دیگه هم میتانه. به طور نمونه و مثال، نماز خفتن خوانده استراحت کرده، 2 بجه و 3 بجه یک نفر میخیزه به نماز تهجد. دمی وقت وضو میگیره. ای وقت خفتن است یا نیست؟ وقت خفتن است. تا پیش از اذان صبح، تا پیش از داخل شدن وقت صبح، وقت خفتن است کلش. احیانا که نماز خفتن نخوانده باشی، بلا کراهت او وقت نماز خفتن جایز هست. خو اما به طور قصدی نماز خفتن همیشه دو وقت خواندن مکروه، جایز نیست. نماز خفتن خوانده استراحت کرده، در وقت تهجد میخیزه، وضو میگیره، به می وضو نماز میخوانه. نماز تهجد خوانده، اذان صبح میشه و میره به مسجد، نماز صبح ادا میکنه. با وضوی خفتن نماز صبح شد یا نشد؟ جواب بتین شد یا نشد؟ 40 سال نه که 80 سالم میشه یا نمیشه؟ علی چی مشکل داره؟
کوشش کو که در گپ یک مسلمان ببینه کرامت است. یک واقعی دیگه میاد که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کرامت را برش خداوند داده بود. کسی که وضو میگرفت در آب وضو ای گناهای این نفر مشاهده میکرد. اوه دایی هم باز بگویی که والله چطور شد چطور نشد. میکروسکوپ است با آب برای خون برای یک چیزی دیگه دکتر متوجه میکنه چیزی میبینه که ما تو نمیبینیم. همینطور هست یا نیست؟ این میکروسکوپ کی جور کرده؟ یک انسان یک انجینیر جور کرده. و خداوند به اولیای خود قوت چشم میته که چیزی به او چشم خود آنها دیده میتانند که هر کس دیده نمیتانه. عمر فاروق رضی الله عنه در سر منبر مدینه منوره صدا میزنه یا ساری الجبل الجبل. صدها کیلومتر دور یک دسته مجاهدین روان کرده در تحت قیادت حضرت ساریه. آنها در محاصره دشمن مین. حضرت عمر از امی سر منبر مدینه منوره پروردگار بش یک قوت دید برش میته که از امیجا میبینه و آره متوجه میسازه که به طرف کو متوجه شوین. و صدای عمر فاروق رم برش خداوند تاموجا میرسانه. این قوت برش کی داد؟ الله داد. میشه که امام ابو حنیفه المؤمن ینظر بنور الله قوت چشمی برش الله داده بود که ایده حدیث میں زمانی که یک مسلمان وضو میکنه زمانی که وضو میگیره همی آخرین قطره آبی که از وجود یزی میریزه از دست از روی از چشم از بینی از دهان از پای تمام گناهایی که این گناهای صغیره به دست و به چشم و به پای و به روی کرده باشد ای به قطره آخر وضو ای گناه از این میریزه. امام ابو حنیفه رحمه الله گناهای انسان مشاهده میکرد که این نفر ای گناه کرده این از پیشش ریخت. بعد دعا کرد به خداوند پروردگارا ای را از پیش ما بگیر. چرا؟ عیب مسلمان به مظاهر میشه. عیب مسلمان باید من نبینم. بهترین مسلمان کسی هست که عیب دیگران را نبینه و عیب خود ببینه. امروز چه رقم است؟ امروز مسلمان به عیب دیگر متوجه است و به عیب خودش متوجه نیست. غلبیل میگه با کوزه گفت که در تو دو غار است. در تو چی است؟ دو غار است. و برش گفت که اول با خود متوجه شو که چقدر غار داری تو. باز بدگه بگو. امروز ما همینطور هستیم. الله ما را اصلاح بکنه. امام ابو حنیفه رحمه الله چی گفت؟ گفت این کمالی عیب مسلمان به ما معلوم میشه. عیب مسلمان باید پوشیده باشه. باید نبینم ما. دیگر کمالات داشته. امام ابو حنیفه در زمان خود امامی هست که بزرگترین و سختترین مشکلات مسلمان را حل میکنه. اینطور امام بزرگ لایق یزی نیست که حال یک نفر ناپاک و یک نفر نابالغ بخیزه امام ابو حنیفه را یک چیز و دیگه چیز بگوی. امام ابو حنیفه امامی هست امام المسلمین. میلیون ها محدثین فقها مفسرین دا مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله قرار دارن و ایره تقلید میکنن و ایره امام و مقتدای خود میدانن. و ما هم به این افتخار میکنیم همه تن بگوین الحمدلله که ما چنین یک امام داریم که دین پیامبر صلی الله علیه و سلم را که شریعت را قرآن را حدیث را به وفق به حقیقت و به وفق قرآن و حدیث و به وفق رسول الله مبارک به ما تشریح نموده. ما اکثری را میگم یگانه مذهب کی تایید شده از جانب صحابه هست مذهب امام ابو حنیفه است. یگانه امامی که صحابه را ملاقات در امام ابو حنیفه است. پس این مذهب ما نماز ما طریقی نماز ما این همه تایید شده از جانب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هست.